میخواستم درباره همین نماز خواندن. بسیاری از جوانهای امروزه همسن و سال ما و باز جوانتر آنها میگویند که ما پیر شویم بعد نماز میخوانیم. یعنی چی ضرورت دارد خود حاضر؟ آیا واقعا نماز خواندن در اسلام و در شریعت اسلام سخت ضرور است یا اینکه فقط لا اله الا الله گفتن همین کفایه است برای جنت در آمدن؟ سوال بسیار مهم. برای چی مثال ها پیر شوم میخوانند یا بعضا مثال نصیحت کنید، گپ زنید یا مثال صحبت کنید که برادر عزیز بیا نماز خوان و کن گوید، از گپ میگریزد. مثال نفری که نماز نمیخواند میگوید که هم میخوانم یا میگوید که همون روزی تقدیر کردگیش بیاد منم میخوانم یا گفته شما یک روز کلان شویم میخونیم. یعنی که این خودفریبی یعنی که انسان اینو ببینید که همین روانی بیماری های روانی دارد. اگر تقسیمات کنیم اگر چخیل که در قرآن هم آمدگی است انسان وقتی معامله میکنه نماز اصلا معامله با پروردگار با خالقش با الله است. یخادعون الله و هو خادعهم. آنها گویا الله را فریب داده ایستادند. نه، آنها خودشون را فریب داده ایستادند. یعنی یگان عذر هست برای آنهایی که یکی از مهمترین ارکان اسلام را اجرا نمیکنند، یعنی نماز را برای آنها عذر داده می شود. با یک مثال بیاریم که یک نفر با شما موعد گرفت گفت که فلان وقت مثال فلان کار میکنم یا من ساعت فلانی من میبیام گفت مثلا وای باید یک ساعت پیش تیاری دیده و ملاقات شما باید بیاید. مثلا شما پیشه که اتفاق کردید که ما وا میخوریم و همین واخوری فایده وای به نه فایده شما و فایده خودش به.